تو قسمت مدیریت OKR ها ببینید دوستان، همون شرکت سینا هستیم ما. در قسمت مدیریت OKR ها اولین قسمتی که داریم اهداف و نتایج کلیدیه. چند تا تب داره، همه اهداف رو اینجا نشون میده، اینجا همه نتایج رو نشون میده. همه که دارم عرض میکنم یعنی برای همه آن چیزی که تو نرم افزار تعریف شده در شرکت سینا در زمستان 1403. این دو تا تب اهداف من و نتایج من رو نشون میده که من چه چیزی دارم. من منظورم اینه که من مسئول اون KR یا ابجکتیو، اون هدف باشه. تو قسمت همه اهداف من میام ایجاد هدف رو میزنم. یه سناریویی گذاشتم که با هم تستش کنیم. فرض کنید که این سناریو رو میخوایم بزنیم: افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری. اینو داریم و میخوایم اینو به صورت پیشنویس بنویسیم. یعنی چی به صورت پیشنویس؟ ببینید فرض کنید من شرح هدفم رو، خیلی عالی کپی شد، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بذارم. این الان هدف منه برای زمستان 1403. همین الان میتونم اینجا تغییرش بدم به دوره‌های زمانی دیگه‌ای که تو نرم افزار موجوده. و این رو برای تیم شرکت دارم تعریف میکنم چون تو سطح شرکت هم هست. دقت کنید، هدف میتونه والد داشته باشه. والد یه هدف میتونه دو تا چیز باشه: یا استراتژی، یعنی مستقیم وصل میشه به استراتژی، یا شاخص استراتژیکه. ما هنوز در مورد شاخص استراتژیک با هم صحبت نکردیم. فعلا من استراتژی رو میزنم، بعدا میایم اصلاحش میکنیم. یه استراتژی تعریف شدن بیشتر نداشتیم: ایجاد جامعه وفادار از مشتریان. مسئول هدفم فعلا کسی دیگه ای به نرم افزار دعوت نکردیم، فقط خود من هستم و من اینو فعالش میکنم. الان من یک ابجکتیو در سطح شرکت دارم. بیاین همین الان بریم شروع کنیم تیم ها رو هم بسازیم. توی این مثالی که براتون گذاشتم تیم های دیگه ای هم هستند و ترجیح همینه که بریم سراغ اون تیم ها و تیم خدمات پس از فروش و محصولات. اگه تو قسمت مدیریت شرکت وارد بشین، توی این قسمت یه بخش داره به اسم همکاران. میتونید اینجا بیاین همکاران مختلف رو به نرم افزار دعوت کنید به اندازه لایسنسی که خب داریم. مثلا شرکت 10 نفر است. اینم بگم خدمتتون، قرار نیست یه شرکتی که فرض کنین 500 نفر هست 500 نفر بیاد اکانت بگیره. اصلا این شکلی نیست. شرکت ها معمولا تو OKR یه ضریب، تو شرکت بزرگ اینجوریه، 1/10 پرسنل به این OKR مستقیما دسترسی دارن. حالا ما ماژول های مدیریت تعهدات، مدیریت پروژه و بقیه که تکمیل بشه مطمئنم این درصد خیلی بالا میره. ولی در حال حاضر یک شرکتی که 100 تا پرسنل داره احتمالاً یه چیزی هولوش 10 تا مدیر داره، یا حد اکثر 20 تا داره. یعنی واقعا بین 10% تا 20% نفرات میان توی نرم افزار و بستگی به ساختار اون شرکت داره. یه شرکتی هم میبینید شما کلا 20 نفره ولی 10 تاشون دسترسی به نرم افزار رو میگیرن چون اینها قراره مسئول KR بشن. من میام دونه دونه نام خانوادگی، شماره تماس و عنوان شغلی شخص رو اینجا وارد میکنم. یک پیامکی اون شخص از من میگیره و طبق اون پیامک ارزم به حضور گلتون میتونه بیاد و عضو نرم افزار بشه و این هم در جریان باشید. حالا فیلمش هم توی یوتیوب هست که چطور این کار رو انجام میده. وقتی شخص وارد نرم افزار میشه، موقع ورود، موقع ثبت نام، اونجا مینویسه که ثبت نام با کد دعوت. با کد دعوتی که حاصل از این عملیات من هست و گرفته میتونه بیاد عضو بشه. بعدش من میتونم برم قسمت تیم ها و شروع کنم تیم ایجاد کردن. برای افزودن تیم فرض کنید من یه تیم درست میکنم به اسم تیم خدمات پس از فروش. فعلا کسی به غیر از من توی این نرم افزار نیست، پس من خودم رو اضافه میکنم. تنها عضوی هم که قراره توی این تیم باشه خودم هستم. اینم شد تیم خدمات پس از فروش. دوباره میریم سراغ، فرض کنید تیم بعدی تیم فروش هست. هر عضوی که عضو نرم افزار بشه، دقت کنید من الان بذارید بیام اینجا یه عضوی رو دعوت میکنم. مثلا اسمشو میذارم آریا ایمنپور و شمارش هم اینجا وارد میکنم. عنوان شغلش هم میذارم مدیر مثلا خدمات. خب وقتی من ذخیرش میکنم، آریا ایمنپور اصلا قابلیت استفاده تو نرم افزار اسمشو نداره. چرا؟ به این علت که آریا ایمنپور هنوز دعوت شده است، وضعیتش فعال نیست. بعد از اینکه اومد ثبت نامش رو تکمیل کرد،
این لیبل روی اسمش تبدیل میشه به فعال. ما از افرادی که تو نرم افزار فعال هستن میتونیم استفاده کنیم. میرم توی تیم ها. تیم خدمات پس از فروش، تیم فروش، دوباره تیم میخوام ایجاد کنم. فرض کنید تیم بعدی که ایجاد میکنیم تیم، یادم رفت اینجا دیگه چه تیم هایی داشتیم، تیم محصول بود. تیم محصول هست. ببینید اسم آریا رو نمیاره به خاطر اینکه هنوز ما نیومده ثبت نام کنه. و نکته مهمش اینه که شما میتونید تو هر کدوم این تیم ها توی سطوح دسترسی بیاید مشخص کنید که اون شخص چه ویژگی هایی در واقع چه دسترسی داره. سرمربی کامل ترین دسترسی ما هست، کاربر ضعیف ترین دسترسی هست. در مورد اینکه هر کدوم اینا چی کار میکنن بعداً صحبت میکنیم. پس اگه مثلا 10 نفر توی شرکت باشن شما میتونید به راحتی بیاید دسترسی اون افراد رو هم یکی دو تاشون رو هر چند که دوست داشتین سرمربی کنید و از این به بعد بدونید که سرمربی اختیار تام داره تو نرم افزار، میتونه هدف پاک کنه، میتونه هر کاری دلش خواست انجام بده، از جمله فرآیندهای مربوط به پاک کردن که ما تو نرم افزار صرفا دسترسی رو به سرمربی دادیم. ضمناً یه نکته دیگه هم وجود داره. شما وقتی توی اینجا تیم ها هستین ممکنه بیاین برید این مشاهده جزئیات رو بزنید. ببینید شرکت تیم های زیر مجموعه داره. چه جالب، تیم خدمات پس از فروش. دوباره مشاهده جزئیات رو میزنم. پس تیم خدمات پس از فروش هم میتونه تیم زیر مجموعه داشته باشه. اصلا همین جوری هستش که شما میتونید لایه‌های بعدی رو هم تشکیل بدید. فرض کنید تیم خدمات پس از فروش ما دو دسته است. تیم خدمات پس از فروش نرم افزار و یه تیم دیگه هم داره، تیم خدمات پس از فروش سخت افزار. میشه دیگه. الان لایه دوم هم شکل گرفت. لایه البته سوم شرکت بود، بعد تیم ها بود، بعد این لایه سومه. باز دوباره تو خود این تیم خدمات پس از فروش میتونم برم و باز براش تیم تعریف کنم. مثلا الان تو تیم خدمات پس از فروش نرم افزارم بگم تیم خدمات نرم افزار مثلا آلفا 1 بکنید یه نرم افزاره، مدیرش هم دوباره حالا به همون سبک قبلی انتخاب میکنم و بیام تیم نرم افزار تیم خدمات نرم افزار آلفا 2 هم درست میکنم. خب اینم ذخیره میکنم. ما برگردیم کلا به بخش تیم ها. اگه نگاه کنید اینجا یه قسمتی داره تب سوم به اسم درخت تیم. تیم ها رو به شکل درختی برای من نشون میده. به من نشون میده که الان شما لایه 1 شرکت، لایه دوم محصول، فروش، خدمات پس از فروش. اگه تو خدمات پس از فروش برم خودش یه لایه پایین‌تر داره، سخت افزار، نرم افزار. اگه تو نرم افزار برم آلفا 1 آلفا 2 داره. و دوستان این تا مادامی که شما تیم داشته باشید این همینجوری میاد پایین و تیم‌های مختلفش رو بهتون نشون میده و شما برای هر کدوم این تیم‌ها میتونید اوکی آر متفاوت و متمایز داشته باشید و اینها رابطه داشته باشن با بالاسریشون. حالا بالاسری خدمات پس از فروش نرم افزار فقط خدمات پس از فروش نیست، شرکت هم هست و این همون همسوی عمودیه که ما تو اوکی رو باید بیم چیکار کنیم؟ رعایتش کنیم. ارزم به حضورتون که اینم میشه تیم ها. حالا میرم دوباره تو قسمت اهداف و نتایج کلیدی. اولین هدفی که تعریف کردم افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری. میام اینجا یه هدف دیگه ایجاد میکنم و اسم تیمش هم میذارم تیم شرکت. ببینید همه تیم ها دیگه اینجا هستن. میذارمش تیم شرکت، واردش هم میذارم استراتژی و دوباره همون استراتژی رو انتخابش میکنم. اینم میشه دومی. خاطرتون باشه گفتیم اولی رو هم پیشنویس کنیم. من میتونم الان بیام این افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان رو بزنم و پیشنویسش بکنم. ببینید اینجا دیگه پیشنویس میشه. بریم بقیه هم ایجاد کنیم. افزایش سرمایه جذب شده، من سفر 2 قسمت میکنم. میام ایجاد هدف میزنم، افزایش سرمایه جذب شده، دوباره با همون ادبیات بینیم. فکر کنید همین استراتژی هم واقعا به این ارتباط داره و فعالش میکنم و میریم بعدی. شاخص در واقع هدف بعدیمونم که این هست.
به این استراتژی هم وصلش میکنیم. دوتای آخر رو هم ایجاد میکنم. این هم یکی دیگه شو فعالش میکنم و اینم آخرش. و فعال میشه. حالا اگه برگردیم توی نرم افزار ما میبینیم که کلا 7 تا هدف داریم. خب یکیش هم پیشنویسه و بقیه دیتا هم که اینجا مشخصه. یه قسمت فیلتر داریم اینجا و داره به ما نشون میده که هر کدوم از این اهدافی که تو این صفحه داریم پیشنویس فعال بسته شده هاش چند تاست، بر اساس سطح توی شرکت خدمات پس از فروش کجاست و چه کسی هم مسئول این ها هست. خیلی خوب. حالا باید برای هر کدوم اینا شروع کنیم KR تعریف کردن. من قبلش بیام ببینم سوال چی بود. کراس فانکشنال تیم ها رو چجوری میشه ایجاد کرد؟ فرقی نمیکنه دیگه. این تعریف تیم ها که ما اینجا داریم، اینجا که توی مدیریت شرکت شما تیم دارید، قرار نیست اینا حتما چارت سازمانی باشن. مثلا میتونی یه تیم درست کنی به اسم تیم CFT مثلا نرم افزار آلفا. حالا کراس فانکشنال شدنش این میشه مدیرش رو یکی از افراد میذاری، میای اینجا تعدادی از افراد شرکت رو انتخاب میکنی که احتمالا تخصصهای مختلف دارن و ذخیره میکنی و اون تیم CFT هم ساخته میشه. قرار نیست تیمایی که اینجا باشن حتما از چارت سازمانی تبعیت کنن. اتفاقا سادگیش اینه که تیم ها هرچون که دلت بخواد تعریف میشه. عالی. خب برگردیم تو اینجا. من حالا میخوام شروع کنم برای اینا KR تعریف کردن و ببینیم که KR ها اینها چه وضعیتی رو داره. بیایم پایین تر. ما برای هدف شماره 1 و 2 یه سری و 7 یه سری KR اینجا بهمون پیشنهاد شده. خیلی خب من میام اینجا شروع میکنم برای هدف اول. چون هدف اولم میخوام KR بشینم میتونه تو پیشنویس بمونه ها، ولی حالا درش میاریم از این وضعیت. میام اینجا تو ایجاد نتیجه کلیدی شروع میکنم نتیجه کلیدی ها رو دونه دونه گذاشت. اولیش اینو گفته که افزایش شاخص 300 از 84 به 94. اولا که تو متن شاخص، تو متن شرح نتیجه کلیدی هیچ عددی ننویسیم. نرم افزار خودش عددا رو کنار این متن قرار میده. یه ستونی داریم جلوتر خواهیم دید به اسم نتیجه کلیدی تکمیل شده. ما اونجا اینو خواهیم دید. شاخص ها رو که تو بانک شاخص با هم دیدیم میتونیم اینجا بیم استفاده کنیم. ببینید شما وقتی میگین شاخص عادیه میتونید تایپش کنید، اما ممکنه بگی از لیست من میخوام انتخابش کنم. اون موقع لیستی از شاخص هایی که داشتید رو اینجا میبینید. مثال میزنم. همین الان من میرم تو بانک شاخص، میرم توی فیلتر شهر، مینویسم فرض کنین 300. خب ببینم با 300 چه شاخص هایی تو نرم افزار شرکت ها ایجاد کردن. نوشته افزایش رضایت مشتریان از طریق 300. تو اولی دومی کپی همه. ما بهتر این دوتا رو مرج کنیم و خواهیم کرد این کارو. میانگین امتیاز نظرسنجی در پایان تماس 300. خب اینم جالبه دیگه، یعنی عملا داره اشاره میکنه به یه 300 خاص. فرض کنید من حالا یکی اینا رو انتخاب میکنم و میزنم افزودن به لیست من. حالا میرم توی OKR ها، وارد این ابجکتیو میشم، توی ایجاد نتیجه کلیدی میگم از لیست من انتخاب کن و الان اگه نگاه بکنیم اون 300 اینجا هست. اینهاش افزایش رضایت مشتری و این کار تمیزیه که شما برید اول شاخصش رو تعریف کنید، بعد بیایید اینجا KRش رو ایجاد کنید. خب برای هر KR هم یه مسئول داریم. سیستم امتیازدهیمون دو جور هست. متداول یعنی اینکه من فقط یه دونه عدد شروع دارم، مثلا میگم الان 80 و این شاخص رو میخوام تبدیلش کنم به چند؟ 95. فقط شروع و پایان داریم. خب یه موقع هستش که نه، من این شاخصم میخوام کششی باشه، میخوام امتیازدهی 30-70 استفاده کنم، میگم الان 80. جواب این سوالا رو نگاه کنیم. میگه با بهبود کم به چه عددی میرسیم؟ میگم یه خود بهبود بدم 86 رو میگیرم.
میگه که نتیجه آرمانی چیه؟ خب مشخصه نتیجه آرمانی برای من وقتی دارم در مورد رضایت مشتری صحبت میکنم 100 آرمانیه. نتیجه ای که طبق تعریفش قرار احتمال دستیابی بهش تقریبا غیر ممکن باشه و 70% رو چی میبینم؟ 70% احتمالا همون 95 میبینمش. و حالا میرم سراغ این که میگم نوعی نتیجه کلیدی درصدی هست. وقتی نوع نتیجه کلیدی رو درصدی انتخاب کنید، بذارید من رو این سه تا توضیح بدم. درصدی انتخاب کنید، عددهایی که وارد میکنید الان تو این فرم، عددهایی که برای پایشش بعداً وارد میکنید و ارزیابیاش وارد میکنید که میخواین مقدار جدیدش رو مشخص کنید، همش با بین 0 و 100 باشه. اگر رو عددی بذارید اجازه میده که هر عددی رو وارد کنید، منفی، مثبت، صفر، اعشاری. اگر رو مرحله‌ای بدید بهتون اجازه میده هر متنی دلتون خواست اینجا وارد کنید. حالا تو مثال‌های بعدی میبینید. اما تا میتونید مرحله اضافه نکنید و سعی کنید همه رو عددی استفاده کنید. واحد سنجش شاخص هم ممکنه اینجا شما ببینید، مثلا حالا اینکه رضایت مشتری درصده، ولی واقعیت اینه که مثلا ممکنه شما بخواید یه شاخصی رو به ساعت بگید، به ماه بگید، به ثانیه بگید، به دلار بگید یا به ریال و 1000 میلیارد تومان و تومان و این داستان. این لیست، دقت کنید، لیست واحدهای سنجش هم قابل تنظیمه، یعنی شما میتونید تغییرش بدید. حالا فعالش میکنم. نوشته منطق گزارش‌دهی اجباری است. خاطرم رفتتون بگم ما 7 مدل منطق گزارش‌دهی داریم. بذار من اینو توضیح بدم. اینو من یه توضیح بدم خدمتتون. ببینید ما 7 منطق گزارش‌دهی داریم. فرض کنید که این ابتدای یک فصله، ابتدای دوره زمانیه، مثلا ابتدای زمستان 1404 3. اینم انتهای فصله، انتهای اون دوره زمانی. خب بیاین اصلا در نظر بگیریم که این ماه 10/10، این 30/11، اینم 29 اسفند. خب حالا فرض کنید توی یه جلسه ای الان تو ماه 11 هستیم، مثلا تو دهه اول ماه 11. وقتی من میخوام عدد یک شاخصی رو گزارش کنم، گزارش عدد شاخص میتواند 7 منطق گزارش دهی داشته باشد. تو حالتهای خاص ممکنه بیشتر از اینم باشه، ولی این 7 تقریبا عمومیه. اولیش این هستش که من از ابتدای فصل تا الان بیام تمام دیتا رو در نظر بگیرم، بگم از 1/10/1403 تا الان که مثلا 12/11/1403 هست، من تا امروز به چه عددی رسیدم و تمام 42 روز قبل رو دیتاشو در نظر بگیرم. به این شاخص ها میگن فصلی. پس اگر یه شاخصی رو از ابتدای فصل دیتا رو در نظر گرفتید و سنجیدید تا الان چقدر شده، میشه فصلی. یه موقع از شما شاخصی که میذارین ماهانه است، همیشه از ابتدای فصل ریستارت میشه، از ابتدای 11 تا الان میری اندازه میگیری، تو ماه 10 ماه 10 رو گزارش میدی، هفته اولش یه هفته است، هفته دومش 2 هفته میشه، هفته سوم 3 هفته، هفته پنجم رفتی توی یه ماه بعدی، پس ریستارت میشه، از اول دوباره حساب میشه. یه موقع هم هست شما فقط میای از شنبه تا جمعه رو در نظر میگیری، ما به این میگیم هفتگی. هفتگی منظورمون اینه که از شنبه یک هفته تا جمعه اون هفته رو در نظر بگیریم. یه موقع هم هستش که از ابتدای دوره زمانی لحاظ میکنید. ابتدای دوره زمانی مثلا میخوایم بگیم یه شرکت چند تا مشتری داره. خب این از خلقت اون شرکت میایم نگاه میکنیم ببینیم اون شرکت چند تا مشتری داره و اون تعداد مشتریانش رو لحاظ میکنیم. خب این مال امروز و دیروز نیست. حالا این ابتدای دوره زمانی ممکنه قابل تفاهم باشه، ابتدای سال باشه، ابتدای خلقت اون شرکت باشه یا هر چیز دیگه. این شد 4 تا. 3 جور دیگه هم میتونیم با هر تاریخ ما برخورد کنیم. اتفاقا اینا جزء تفاهم‌های اولیه جلسات OKR هست که دوچار سوء تفاهم نشیم تو طول جلسات. ممکنه هر جلسه که وارد جلسه میشیم
دیتای 7 روز قبل رو بگیم. این خیلی مهمه ها. این با هفتگی فرق داره. این ممکنه جلسه چکین ما مثلا سه‌شنبه ها باشه، همیشه دوشنبه هفته قبل تا سه‌شنبه این هفته رو بگیم. ما به این میگیم هفتگی شناور. ممکنه همیشه 30 روز قبل رو بگیم، به این میگیم ماهانه شناور. بسیار کاربردی اینا. و ممکنه 90 روز قبل رو بگیم که بهش میگیم فصلی شناور. این 7 مورد منطقه گزارش دهی اینجا باید انتخاب بشه. مثلا فرض کنیم میزان رضایت مشتریه، من همیشه میخوام 30 روز قبل رو گزارش کنم، پس میشه ماهانه شناور. اگه نگاه کنید جلوش هم نوشته، جلوی ماهانه شناور نوشته بازه زمانی 30 روز گذشته منتهی به جلسه است. انتخاب میکنم و فعالش میکنم. الان من یک کی ریزالت در واقع ایجاد کردم اینجا. بریم سراغ کی ریزالت بعدی. افزایش شاخص MPS. اینا رو میشه رفت از بانک هم دید. من برای اینکه سرعت عمل بره بالا و مثال واقعی نیست نمیرم سراغ بانک، حتما شما از بانک استفاده کنید. مزیتش رو بعدها خواهید دید. و تارگت هایی هم که گذاشته بود اینجا بهمون داده بود. 30 35 40 45. وقتی 4 تا عدد میده برای یک شاخص، خب طبیعتا سیستم امتیازدهیش هم کششیه. عددی هست. MPS رو حتما عددی بذارید، چون MPS میتونه عدد منفی بشه، عدد مثبت بشه. درصدی اگه بذارین نمیتونید منفی ها رو وارد کنید. واحد سنجش هم میتونم بگم درصده، چون واقعا منفی 30% میشه یه موقعی MPS. فرض کنید MPS هم میخوام ماهانه شنو، نه بیایم برای اینکه خود فرق کنه اینو میذارم فصلی، یعنی میخوام از ابتدای زمستون تا امروز رو ببینم. فرض کنید امتیازاش هم 30 35 40 و 45 تنظیم میکنیم و فعالش میکنیم. این شد شاخص بعدی. ما دقت کنید اینجا یه سری کارهایی هم توی نتیجه کلیدی میتونیم بکنیم. ببینید این همسوی عمودی نتیجه رو جلوتر میگم. تو تنظیمات پیشرفته من میتونم اولویت نمایش برای یک شاخص بذارم. این اولویت نمایش کجا عمل میکنه؟ هم برای هدف اینو دارید، هم برای نتیجه. الان اگه نگاه کنید صفحه رو، امتیاز رضایت مشتری، من دکمه ویرایشش رو میزنم تو تنظیمات پیشرفته، نگاه کنید نوشته اولویت 1. برای همینه که اولی اینجاست. این یکی چی میگه؟ گفته اولویت 2. من اولویتش تبدیل میکنم به نیم. میتونه عدد اعشاری باشه و فعالش میکنم. ببینید MPS رفت اول وایستاد. این مدلی که دارم خدمتتون توضیح میدم، دقت کنید. این مدلی که دارم توضیح میدم هم توی این لیست، هم توی لیست قبلی، لیست اهداف، و هم توی جلسه عمل میکنه. خب من میرم نتیجه کلیدی نه بذارید بقیه‌شم بگم. برای هر نتیجه کلیدی میتونم نوعش هم مشخص کنم که این آرمانیه یا تعهدیه. میتونم تاریخ شروع برای نتیجه کلیدی مشخص کنم و حد اکثر تاریخ انجام. اگه چیزی مشخص نکنید، خودش به صورت خودکار از ابتدای دوره زمانی تا انتهای دوره زمانی رو میذاره. سال 1403 اسفند 30 روز است، پس تا 30 اسفند گذاشته و تاریخ شروع هم از 1/10 گذاشته. یه موقع از شما بگی نه این شاخصه رو فعلا نمیخوام از 1/10 باشه، میخوام اینو بذارمش از 1 بهمن. میدونید چه اتفاقی میفته؟ این شاخص رو تو هیچ کدوم از جلسات دیماه به شما نشون نخواهد داد. اولین جلسه‌ای که شما این شاخص رو میبینید اتفاقا همون جلسه 1 بهمن به بعده. و در نهایت اینجا پایین هم میتونید توضیحاتی بنویسید و فعالش کنید. بریم سراغ ایجاد نتیجه کلیدی بعدی. کاهش زمان تحویل کالاست. امتیازش هم 18 25 30 36. خیلی خوب. دقت کنید این شاخص خیلی نکته مهمی داره. این شاخص کششی عددی، واحد سنجشش هم فرض کنید روزه. من میگم چند روز طول میکشه. ببینید یه اتفاقی که توی شرکت ها میفته، فرض کنید اینا فصلیه توضیح دادم. من میگم تو بهترین حالت این شاخص تو حالت آرمانی من 10 روزه باید تحویل بدم. بذارید از عدد خودش استفاده کنیم دیگه. تو بهترین حالت میخواد 18 روزه باشه. آرمانیش اینه که 18 روزه تحویل بده. تو سطح 75 25 و تو سطح 30 هم فرض کنیم عددش 30. شما نمیتونی مقدار شروع رو 0 بذاری. بیا فعال بزنیم بهمون خطا میده. ببینید اعدادی که توی شروع 30 70 100 وارد میکنیم، این 4 تا عدد یا صعودی ان یا نزولی ان. نمیتونه از 0 بره به 30 برسه بعد بیاد
خوب بشه 25 بعد بشه 18. خب همین الان تو نقطه شروع که خیلی خوبه، صفره. پس اگه عدد اشتباه وارد کنیم جلوی ما رو تقریبا میگیره. ببین من میگم زمان تحویل کاله من الان یه عددیه، من اگه بهبودش بدم میشه 30. پس الان حتما 30 نیست دیگه، حتما بدتر از 30. مثلا 36 روز است. تازه بهبود کم بدم میشه 30. حالت تارگت و عالیم 25. 18 دیگه آرمانیمه، پس نمیتونه شروع صفر باشه. پس به درستی جلوی ما رو میگیره و این هم فعال میکنیم. تا اینجای کار ما یاد گرفتیم چجوری هدف ایجاد کنیم، چجوری نتیجه کلیدی ایجاد کنیم و اونم در سطح شرکت بودنش. همشون تو وضعیت فعالن. دقت کنید برای نتیجه کلیدی هم ما میتونیم پیش‌نویس داشته باشیم و میتونیم پیش‌نویس‌ها رو بذاریم اینجا. در واقع وقتی پیش‌نویس کنیم خود به خود تو این لایه میره میشینه. یه دونه رو تست کنیم با هم. من مثلا اسمشو میذارم تست پیش‌نویس. محصولی انتخاب میکنم و اینا رو هم بدون دقت پر میکنم و پیش‌نویسش میکنم. ببینید تو این لیست اضافه نمیشه. اینجا الان نوشت پیش‌نویس یه دونه دارید. فعال و پیش‌نویس. خب ما تو این صفحه برای یه هدف نتیجه کلیدی ایجاد میکنیم. اما واقعیت اینه که ما میتونیم برای تیم هامون هم، حالا هر تعریفی که از تیم داریم، نتیجه کلیدی و هدف ایجاد کنیم، در واقع OKR ایجاد کنیم. طبق اون مثالی که با هم دیگه دیدیم تو لایه بعدی برای تیم ها و لایه های مختلفشون شروع میشه تعریف کردن، فرض کنید OKR. الان یه پیشنهادی که اینجا داده شده این بوده که بیایید برای تیم خدمات پس از فروش یک هدف ایجاد کنیم به اسم بهبود حال خوب مشتریان با خدمات پس از فروش. این هدف این تیمه. منم میام تو ایجاد اهداف، همین هدف رو ایجاد میکنم، تیمش رو میذارم تیم خدمات پس از فروش. وقتی تیم رو میذاری تیم خدمات پس از فروش یه فیلد جدیدی دیده میشه به اسم همسویی عمودی که توی این همسویی عمودی ما میتونیم بیایم لیستی از OKR های شرکت ببینیم که همشون تو وضعیت چی هستن؟ فعال هستن. الان من روش کلیک میکنم هیچ چیزی باز نمیشه، چون واقعیت اینه که ما هیچ OKR فعالی نداریم. ما تعدادی O داریم، یه دونه O داریم که پیشنویسه که 3 تا KR داره که اونا فعالن. در صورت اینجا نمایش داده میشه که OKR فعال باشن، هر دو، هم O و هم KR. مسئول هدفش هم انتخاب میکنم، فعالش میکنم. الان اینجا یک بهبود حال خوب مشتریان با خدمات پس از فروش نوشته شده که تیمش هم تیم خدمات پس از فروش. برای اینکه بتونم همسویی درست کنم، فرض کنید ارائه خدمات ارائه شده به مشتریان رو که افزایششون هدف ما بود، میایم افزایش کیفیتش ویرایشش میکنیم و این سری دیگه اینو من فعالش میکنم. دیگه فعال شد، پیشنویس نیست. حالا اگر برید بهبود حال خوب به مشتریان که مربوط به تیم خدمات پس از فروش، در واقع یه تیم غیر شرکتی هستش، رو ویرایش رو روش بزنید، ببینید که همسویی عمودیش دیگه باز میشه. میگه آقا این هدف رو دارید برای کدوم یکی از این KR های سطح شرکت میذارید؟ چون فرضمون اینه که اگر تیم هدفی داره اون رو در راستای تحقق نتیجه کلیدی سطح شرکت داره انتخاب میکنه. بیاید بریم ببینیم چه KR هایی داره این هدف شماره 1 تیم. خب حرفایی که زده این بوده که میخوام CES رو افزایش بدم. CES شاخص کاستمر افورت اسکور، شاخص تلاش مشتریه. NPS رو میخوام افزایش بدم و میخوام یه باشگاه مشتریان ایجاد کنم. بریم سه تا KRاشو ایجاد کنیم. اولیش افزایش شاخص NPS. خب برمیگردم توی نرم افزار، من فعلا اینو فعال میکنم و بعد برمیگردیم میریم توی نمایش جزئیات. برای اون بهبود حال خوب مشتریان در تیم خدمات پس از فروش میخوام نتیجه کلیدی ایجاد کنم. اولین KR رو میذارم شاخص CES، کششی میذارم، نوع نتیجه هم عددیه، واحد سنجش هم همون، فرض کنیم عدده، منطقش هم میذارم فصلی. مقدار فعلیشو فرض کنیم تو بازه 0 تا 10 داریم شاخص اندازه گیری میکنیم، 7 و 7 دهمه، 7 و 7 دهمه، میخوایم به 7 و 9 دهم با یه بهبود کم برسیم، به 8 و 4 دهم تارگتمون رو برسیم و عدد ده هم که عدد آرمانی مونه و من اینو فعالش میکنم. شاخص بعدی افزایش خود شاخص NPS هست که میام این شاخصه رو میذارمش و مسئولش هم میذارم امیر ایمنپور. بذارید اون یکی شاخص رو بذارم که مرحله‌ای باشه. ایجاد باشگاه مشتریان بهتره، اون شاخص تکراری میشه. این شاخص رو میذارم
ببینید باشگاه مشتریان ایجادش کیاری نیست که بهش عدد احتمالاً چسبون و کار سختی میشه. مثلا شما میتونید بگین تعداد مشتریان مراجعه کرده به باشگاه مشتریان، ولی واقعیت اینه که معمولا این کارو نمیکنن. میگن باشگاه 6 ماه طول میکشه، توی یه دوره 3 ماه هم میخوایم برخی از کاراشو انجام بدیم. این شاخص ها، این نتایج کلیدی معمولا جزو نتایج کلیدی خیلی با کیفیت سازمان نیست و نوع این نتایج کلیدی هم معمولا مرحله‌ایه، چون قراره ما یک سری فازها رو با هم تفاهم کنیم و فرض کنید که من واحد سنجشم، حالا اینجا ممکنه هر چیزی بذارم، همون عدد میذارم فعلا، منطقش هم میذارم فصلی، چون تو کل فصل قراره با هم دیده بشه. مقدارشو بذارینم کششی بذارم که بیشتر ببینیم. فعلا مقدار شروع می‌نویسم باشگاه نداریم. یادتون نره وقتی شما مرحله انتخاب میکنید میتونید تکست بزنید. ولی یه ایراد خیلی بزرگ داره. این شاخصایی که عدد و رقم ندارن، مثل عددی و درصدی، محاسبه امتیازش هم خودکار نیست. یعنی محاسبه امتیازش هم دقیقا به صورت دستی با خودتون ببینید بین کدوم یکی از این مرحله ها هستید و یه مقدار با حستون امتیاز بدین. قدم اول فرض کنید اخذ تاییدیه مدیرعامل و هیئت مدیره است که ما اصلا این باشگاه رو داشته باشیم. ما اگه این تاییدیه رو گرفتیم خیالمون راحت یه قدم رفتیم جلو. تارگتمون این هستش که این باشگاه نسخه MVP شو تا فرض کنید سطح 70% ارائه کنیم. تو سطح 100% هم استفاده 1000 تا مشتری برامون، 1000 تا مشتری فعلی برامون تارگت هست و من فعالش میکنم. پس ما یک تونستیم یک نتیجه کلیدی ایجاد کنیم که این نتیجه کلیدی به صورت مرحله‌ای هست. حالا برمیگردم یه بار دیگه از اول. با توجه به اینکه میدونم میخوایم CES رو بهبود بدیم و قصدمون این هستش که باشگاه را بندازیم، حالا بریم ببینیم ما برای کدوم یکی از این KRI سطح سازمان اومدیم اینا رو نوشتیم. واقعیت اینه که این کارا به نظرم به افزایش رضایت مشتری ختم میشه، به نظرم به MPS ختم میشه و به کاهش زمان تحویل کالا قطعا ارتباطی نداره. من همین دوتا رو میگیرم و فعالش میکنم. الان این هدف سطح تیم به اون دوتا KR سطح شرکت چسبید. اگه وارد نمایش جزئیات بشم حتی میتونم خود KR ها رو هم وصل کنم به KR های سطح شرکت. خاطرتون هست من دوتا KR انتخاب کردم. من CES رو میخوام افزایش بدم چون میخوام جفت اینا بهبود پیدا بکنه. پس فعالش میکنم. دقت کنید فقط و فقط KR هایی از سطح بالاتر اینجا نمایش داده میشه که هدف باهاشون همسو شده، نه همه KR ها. ضمناً یادتونم نره ما نیازی نداریم حتما KR های یک ابجکتیو بهش وصل بشیم، میتونیم به KR ها از ابجکتیو های مختلف وصل بشیم. فرض کنید ایجاد باشگاه مشتریان رو داریم میزنیم برای MPS، فرض کنید احتمالاً با جفتش رو دیگه بزنم، فقط میخوام بگم لزوما نباید این اتفاق بیفته و فعالش میکنم. من الان تونستم OKR ایجاد کنم برای سطح شرکت و برای سطح تیم. حالا این کار میتونه خیلی گسترده بشه، یعنی مثلا شما ممکنه 10 تا تیم داشته باشین، 10 تا تیم هر کدومش 2 تا دونه او داشته باشه، روی هم میشه مثلا فرض کنید با شرکت حدود 30 تا ابجکتیو، هر کدوم اینا 3 4 تا KR داره، میشه 120 تا نتیجه کلیدی. مدیریت کردن اینو توی اکسل تقریبا غیر ممکنه. یعنی اگه یه زمان شک کردید حتما تشریف ببرید با اکسل سعی کنید یه مقدار این کارا رو انجام بدید. ما یه بخش داریم نمای کلی. تو بخش نمای کلی یه نمای کلی از شرکت رو میتونیم ببینیم. مثلا الان میگه آقا سطح تیم شرکت یه ابجکتیو داره، مسئولش هم امیری منپوره، امتیازش هم الان 0. خب به هر حال ما هنوز ارزیابی نکردیم. افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان هست که شاخصش یکیش NPS، یکیش رضایت مشتری، یکیش کاهش زمان تحویل کالاست. برای این یکی ابجکتیو ما هنوز کیاری تعریف نکردیم. هر وقت تعریف بشه اینها هم به هر حال کیاراشون زیرش نمایش داده میشه. اینجا به تیم هام دسترسی دارید، مثلا تیم خدمات پس از فروش، اونجا یه ابجکتیو براش داریم با تعدادی کی ریزالت که خب معلومه امتیازش 0، یه هدف با 2 تا نتیجه کلیدی. یه قسمت داریم به اسم همسویی عمودی، خیلی مهمه. توی همسویی عمودی میایم اهدافمون انتخاب میکنیم. مثلا یه هدف داریم به اسم افزایش میزان رضایت مشتری. خب یا مثلا یه هدف داریم
به اسم ارزم به حضورتون افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان. چون این دارای نتیجه کلیدی هست، زیرش اومده برای ما نمایشش میده، میگه آقا این نتیجه کلیدی 1 داری، نتیجه کلیدی 2، نتیجه کلیدی 3. رو هر کدوم اینا بزنی بهتون میگه که چه تیمی اومده و KRی تعریف کرده که وصلش کرده به افزایش رضایت مشتری. این خیلی مهمه ها. شما نمیتونید KR هایی تو سطح شرکت داشته باشین که هیچ کس بهش وصل نشه، احتمالا نتیجه خوبی نداره. الان برای افزایش امتیاز رضایت مشتری تیم خدمات پس از فروش اومده او و KR هایی تعریف کرده، گفته بهبود حال خوب مشتری یا دوتام KR داره. برای افزایش شاخص MPS دوباره ما اینجا چی رو داریم؟ ما اینجا افزایش شاخص NPS رو داریم، دوباره بهبود حال خوب مشتریان اومده به اینا چی شده؟ وصل شده. این داره رابطه، میدونید چی رو میگه؟ این داره رابطه اوی تیم با KRای سطح شرکت رو میگه. خب من تو جفت اینها اومدم برای این هدف ارزم به حضورتون سطح شرکت، برای این دوتا KRاش و نه KR سومش که کاهش زمان تحویل کالا بود، من اومدم برای اینا چیکار کردم؟ برای اینا مشخصاً اوی تو تیم تعریف کردم و به این دوتا وصل کردم. برای همین همه رو داره اینجا به من نمایش میده. اگه تو ذهنتون هست که چرا مثلا جفت اینا هم CS هم باشگاه مشتریان هست، به خاطر اینکه اوش وصله. اون که ما تو KRش اومدیم گفتیم که بذارید رو خودش نشون بدم، این که توی این قسمت من اومدم تو همسوی عمودی نتیجه چیزی رو وصل کردم. خب اینا سطح شرکت فکر میکنم. بعد این که من اومدم اینجا دوتا تیکا رو زدم و اینجا یه دونه تیک رو زدم، این هیچ ربطی به هم درخت همسوی چی اسمش همسوی عمودی نداره. تو همسوی عمودی داره رابطه او تیم با KRای شرکت رو میبینه، نه KRای تیم با KRای شرکت. یه درختی داریم به اسم درخت همسوی عمودی، میاد تمام اوهای سازمان رو نشون میده، میگه این او دارای 3 تا KRه. بعد اینجا تو پرانتز گفته ببین به این KR یه هدف همسو شده ها، هدف بهبود حال خوب مشتریان که خودش 2 تا KR داره. و شما جالبه حالا تو سازمان که جدی بشینید اینو پیادهش بکنید، رو هر کدوم اینا که حرکت میکنید KRا و OKRای زیرشو میبینید. بعد اینا رنگ پیدا میکنن، مثل چراغای مثلا راهنمای رانندگی میشن. اینا اگه امتیازشون زیر 30 باشه قرمز میشن، اگه بین 30 تا 70 باشه زرد میشن و بالای 70 سبز میشن. یکی دو هفته که بگذره به این که نگاه کنید کاملا میتونید خیلی سریع، نه بعد از گذشته 3 ماه و 6 ماه و 1 سال و حتی 1 ماه، میتونید خیلی سریع متوجه بشید که کجای سازمان مشکل داره و ما باید الان تو این دوره زمانی چه چیزی رو بهبودش بدیم. یه درخت اوکی آر هم اینجا داریم که داره به تفکیک تیم هایی که اوکی آر دارن نشون میده. میگه این تیم مثلا فرض کنید شرکته که این کی آر ها رو داره، اینم تیم خدمات پس از فروشه. اینجا رابطه هاشون رو با هم نشون میداد، اونور فقط تیم به تیم میاد نشون میده. خیلی خوب. حالا میخوام برم یه قسمت بعدی. ما تا اینجای کار یاد گرفتیم OKR تو سطح شرکت تعریف کنیم، OKR تو سطح تیم تعریف کنیم و اینها رو به هم متصل کنیم. توی همسویی عمودی هم بریم یه گزارشایی بگیریم. حتی تو همسویی عمودی یادم نره یه گزارشی هست به اسم، اگه انتخاب هدف رو بنویسید اهداف فاقد همسویی. بذارید من یه نمونه بهتون نشون بدم چون این درس آموزی خوبی داره. فرض کنید الان یک هدفی ایجاد بشه، هدف تیم، بذارید اضافه کنم بنویسم افزایش رویایی میزان فروش. کلمه مبهم رویایی داره باید ترجمه بشه. این هم میذارم برای تیم فروش، همسوی عمودیشو نمیزنم، مسئول هدفم خودم هستم. میرم من براش یک AR میذارم اینجا، فرض کنید میذارم میزان فروش، مسئولشم که خب فقط خودم من توی این نرم افزار دسترسی دارم و میگم من به میلیارد تومن توی فصل. خب اول فصل میزان فروش همیشه صفره و فرضم اینه که این فصل یه بهبود کم بدیم 25 میلیارد تومان میفروشیم، 30 تا و 55 تا فرض کنید این عددی که ما تفاهم کردیم و فعالش میکنیم.
الان من یه OKR تو تیم فروش دارم، ولی بیاین با هم بریم ببینیم توی همسویی عمودی اگه بیام بنویسم در واقع انتخاب کنم اهداف فاقد همسویی، بهم میگه ببین حواست باشه ها، تیم فروش یک او و کی آری داره که به هیچ جا وصلش نکرده، اینا همسویی بالای بالا نداره. بهترین حالت اینه که این صفحه همیشه خالی باشه، یعنی ما اهداف فاقد همسویی نداشته باشیم.